سلام، موضوع امروزه درسی ما معیارهای موجود زنده. معیارهای موجود زنده این علامات و خاصیت‌هایی میباشند که توسط این معیارها ما طبیعت زنده را از طبیعت غیر زنده در تفاوت میگذاریم. یعنی جسم‌های زنده و غیر زنده را از یکدیگر فرق میکنیم. حالا لیمون 12 معیار موجود زنده را پیشنهاد کردند. 12 معیار برای یک ارگانیسم رو زنده یا غیر زنده بودنش رو معین کردن، باید ما حتما 12 معیار رو دیده برایم. این معیارها کدام ها میباشند؟ حالا ما شروع میکنیم با آموزش این معیارها. یکمین معیار این چی میباشد؟ ترکیب مخصوص شیمیایی. یکم معیار نام دارد، معیار یکمی نام دارد ترکیب مخصوص شیمیایی. ترکیب مخصوص شیمیایی یعنی برای معین کردن انمون جسم، یعنی زنده است یا غیر زنده، حتمی ما ترکیب شیمیایی و این جسم رو چی میکنیم؟ دیده میبریم. ببینید زنده، طبیعت زنده، طبیعت غیر زنده. ترکیب مخصوص شیمیایی اگر جسم را ببینید، جسم از ماده ساخته شده است و ماده ها باشد از اتم. هر یک اتم این یک نوع الیمنت شیمیایی می باشد. خلاصه برای جسم را معین کردن ترکیب الیمنت های این جسم رو دیده میبریم و بعد از دیدن معین می شود که کدام اون زنده است یا غیر زنده و چگونه اون را ما معین میکنیم. پس سوال می شود، در اینجا سوال می شود که الیمنت هایی که در طبیعت زنده دیده می شود، این الیمنت ها در طبیعت غیر زنده دیده نمی شود. سوال بینید، یعنی وقتی ترکیب مخصوص شیمیایی را شما نگاه میکنید، فکر میکنید که الیمنت هایی که در طبیعت زنده وجود دارد، این الیمنت ها در طبیعت غیر زنده وجود ندارد. دقت، چنین نیست. همه اون الیمنت هایی که در طبیعت زنده دیده می شود، این الیمنت ها در طبیعت غیر زنده نیز دیده می شود، یعنی وا میخورند. پس سوال میشه چی فرقیت، تفاوت در چیست؟ تفاوت در اون است که از روی مناسبت فایزی. اگر شما دقت داشته باشید 98 فایزی طبیعت زنده رو، یعنی ارگانیسم زنده رو 4 الیمنت تشکیل میکنه. 4 الیمنت. این کدام الیمنت ها میباشه؟ یکم کربن، دوم نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن. ببینید هیدروژن. این 4 الیمنت 98 فایز طبیعت زنده را تشکیل میکنند. کربن، نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن. دل خو ارگانیسم زنده را ببینید، اگر هنگام ترکیب اون رو تا مولکولا و اتم جدا کردن، این هنگام شما این الیمنت ها رو میبینید و میبینید که قسمت زیادی جسم رو این 4 الیمنت تشکیل میکنند. وقتی که طبیعت غیر زنده را اگر ببینید، طبیعت غیر زنده، شما اصلا چی رو میبینید؟ اکسیژن رو میبینید، در اینجا چی رو؟ سیلیسی رو میبینید، در اون آلومینی میبینید، مگنی میبینید، آهن میبینید، آهن میبینید و غیر الیمنت رو شما دیده میتوانید. یعنی در طبیعت غیر زنده وابسته به آن که این کدام نمود جسم است، این جسم اصلا اگر از آلومینی ساخته شده باشد، در ترکیب و قسمت زیادی فایز زیادی اون رو آلومینی تشکیل میکنه. اگر از مگنی باشد مگنی، از آهن باشد آهن. اما طبیعت زنده، در طبیعت زنده چنین نیست. ما گفتیم در طبیعت زنده مناسبت فایزی، یعنی الیمنت هایی که در طبیعت زنده دیده میشد غیر زنده، از مناسبت فایزی فرق میکنه. قسمت زیادی ارگانیسم های زنده در 98 فایز شون همین 4 الیمنت تشکیل میکنن و اینا شما میتوانید چیکار کنید؟ فرق کنید. یکم خاصیتش همین بود که ترکیب مخصوص این اتم مشاهده میبره. این ترکیب اتم. دوم این این فرقیتش به ترکیب مولکولای ارگانیکی. مولکولای ارگانیکی در ترکیب حجره زنده، این که ارگانیسم های زنده، شما همین مولکولای ارگانیکی گفتنی جسم ها رو میبینید که این مولکولای ارگانیکی در طبیعت غیر زنده دیدن نمیشود. این کدام مولکولای ارگانیکی؟ کدام مولکولا میشه؟ یکم در جای اول میسد کسلات‌های نوکلئینی.
یا کیسلات نوکلئینات میگن. یعنی نوکلئینی گفتگی معنای آن رو دارد که در ترکیب نوکلئوس، معنای نوکلئوس یادروی در ترکیب یادرو است نمود بخیر یادروی وجود. کیسلات نوکلئینی اصلا دو نمود میشود کادئین، یعنی کادئین کیسلات دزوکسیریبونوکلئینات و کارین کیسلات ریبونوکلئینات. سوال میشه کدومی از اینها یعنی کیسلات نوکلئینی کدومشون قابلیتی خودحاصل شوی دارد، یعنی کدومش خودش رو حاصل کرده میتواند. این کادئین میباشد، مولکول کادئین. ببینید کادئین قابلیت دارد خودش رو چیکار کند؟ حاصل کند. وقتی که از یک مولکول کادئین دو مولکول کادئین دختری یعنی دو مولکول کادئین نه حاصل میشود، این جریان رو چی مینامند؟ رپلیکاسیا یا اینکه ردوپلیکاسیا. رپلیکاسیا جنسین رپلیکاسیا یا ردوپلیکاسیا این دو چند شوی مولکولای کادئین میباشد. وقتی که از مولکول کادئین کارین حاصل شود، اگر از مولکول کادئین کارین حاصل شود، این جریان رو چی میگن؟ ترانسکریپسیا. از مولکول کادئین کارین حاصل شود، اگر این جریان رو چی میگن؟ ترانسکریپسیا جریان حاصل شود کارین از مولکول کادئین. اصلا کارین اخباری از مولکول کادئین وقتی که حاصل شود این جریان چی میگن؟ ترانسکریپسیا. بعد وظیفه کیسلات نوکلئینات از چی عبارت است؟ کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ وظیفه کیسلات نوکلئینات نگهداری اخبار ارثی و گذراندن آن از نسل به نسل. یعنی نگهداری و گذرانیدن. نگهداری و گذراندن اخبار ارثی در ترکیب مولکول کادئین گن جایگیر است. گن ها قرار دارد، یعنی ترکیب مولکول کادئین در گن ها جایگیر است که این گن ها وظیفه‌اش چی؟ سینتز سفیدهای معین رو بر راه میماند. خلاصه در این گن ها اخبارها قرار دارد. فهمو این اخبارها در ترکیب کادئین است که نگاه می‌دارد و آن را از نسل به نسل می‌گذراند. دوم مولکول در جای دوم این مولکول ارگانیک در جای دوم این سفیده ها میستند. سفیده ها اصلا از چی حاصل میشن؟ از امینوکسیدات حاصل شده. وظیفه بیوکاتالیزاتوری اجرا میکنند. بیوکاتالیزاتوری. سوال میشه بیو معنی بیو زنده حیات. کاتالیزاتور گفتم ماده هایی که صورت ریاکسیون شیمیایی رو میتیزانند و خودشان صرف نمیشن. ماده هایی که صورت ریاکسیون شیمیایی رو میتیزانند و خودشان صرف نمیشن کاتالیزاتور مینامند. وقتی که بیوکاتالیزاتور شد این ماده ها اگر در داخل حجره زنده باشد این چی میشه؟ بیوکاتالیزاتور. در داخل حجره زنده وظیفه بیوکاتالیزاتور چی اجرا میکنند؟ سفیده های مخصوص که این قابلیت رو چی دارو میباشند. در جای دوم باشه، در جای دوم این چرب ها و کربوهیدرات ها که کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ چرب ها و کربوهیدرات ها. یکمین وظیفه که چرب و کربوهیدرات اجرا میکنند حساب این ماده ها ممبران بیولوژی است میشن. در ساختار ممبران بیولوژی اشتراک میکنند. ممبران بیولوژی. دوم دیواره حجره. ممبران از سطح بیرونی ممبران جلد جایگیر است. دیواره حجره یا جلد مثلا در حجره حیوانات دیده نمیشه، اما در حجره رستنی ها، زنبورخ ها، باکتری ها باشد ما جلد را دیده میتوانیم. یعنی در ساخت دیواره حجره میگیم دیواره حجره باکتری از مورئین، دیواره حجره رستنی ها از سلولوز، این دیواره است. و دیگر وظیفه این منبع انرژی و در جای چهارم باشه. در جای چهارم این مولکول های خرد میستند. مولکول های خرد با این مولکول های خرد کدام ماده ها داخل میشن؟ دقت با مولکول های خرد میتواند ویتامین
ATF نطف این ماده ها با چی داخل شوند؟ با مولکول های خرد که در حجره زنده وظیفه تنظیم مبادله ماده در روندهای مبادله ماده اشتراک میکنند. جریانی مبادله ماده مثلا ویتامین سوال میشود بسیار وقتی ویتامین این ماده است که چی گونه که به حجره به ارگانیسم ما وارد شود باز همین در همین شکل از حجره بیرون میشود، یعنی همین خیلی وارد میشود باز در همین شکل از حجره بیرون میشود. پس ویتامین در ارگانیسم چی وظیفه را اجرا میکنه؟ ویتامین اصلا فعال کننده فرمنت ها میشه، یعنی بیوکاتالیزاتور رو فرمنت میگیم. من فرمنت و بیوکاتالیزاتور رو قسمتی فعال کننده کوفاکتور میگن، قسمت فعال کننده یعنی فرمنت ها چی است؟ ویتامین. و در فعال کردن فرمنت ها اشتراک میکنه. وقتی فرمنت رو فعال میکنه باقی این بیرون میشه و فرمنت وظیفه رو چی میکنن؟ اجرا میکنن در فعال کردن فرمنت ها. اگر ویتامین ها نرسد فرمنت ها فعال نشد، فرمنت فعال نشد جریان مبادله ماده میتواند شود خللدار شود. این مولکول ارگانیکی که گفتیم این مولکول کیسلات نوکلئر سفیده چرب و کربوهیدرات مولکول خود این ماده ها رو ما تنها در یک جا میخوریم، تنها در داخل حجره زنده یا اینکه در طبیعت زنده. هیچ گونه ما این ماده ها رو در طبیعت غیر زنده دیده نمیتوانیم. و این بود معیار یکمین ترکیب مغز شیمیایی. معیار دومی باشد دومین معیار این مبادله ماده یا چی میگن؟ متابولیسم. مبادله ماده چیست؟ جریان مرکب تبدیلیابی ماده ها رو در ارگانیسم در ارگانیسم مبادله ماده مینامند. خلاصه اساس مبادله ماده را چی تشکیل میکنه؟ تبدیلیابی. ببینید کلمه تبدیلیابی جریان مبادله ماده باید ماده از یک حالت به حالت دیگر عوض شود، یعنی تبدیل یابد به ماده دیگر. سوال میشه در طبیعت زنده و غیر زنده. در طبیعت زنده طبیعت غیر زنده. آیا در طبیعت زنده مبادله ماده وجود دارد؟ بله وجود دارد. در طبیعت غیر زنده چی؟ در طبیعت غیر زنده هم وجود دارد. یعنی مبادله ماده هم در طبیعت زنده و میخورد هم در طبیعت غیر زنده. پس سوالی به میون میاد اگر مبادله ماده هم در طبیعت زنده و هم در طبیعت غیر زنده دیده شود پس آنها از هم دیگر چی فرق دارند؟ حالا که ما میگذاریم که مبادله ماده در طبیعت زنده و غیر زنده فرق میکنند. ببینید در جریان مبادله ماده که در طبیعت زنده میگذرد از یک ماده دیگر حاصل میشود. ماده که بود بعد از اون ماده حاصل میشود آنها از هم دیگر فرق میکنند. یعنی ماده من بعد حاصل شده این ماده اولا نیست. اگر دقت داشته باشید در شیمی ما داریم حادثه شیمیایی و حادثه فیزیکایی. درجه حادثه شیمیایی از یک ماده دیگر حاصل میشه و درجه حادثه فیزیکایی یک ماده تنها به حالت دیگر میگذره. مثلا تغییرابی حالت اگریگاتی آب میتواند به چی؟ به یخ هنگام پس‌شوی حرارت یا اینکه هنگام بلندشوی حرارت به بوغ تبدیل یابد. اما در هر حالت در هر سه حالت شما میبینید این چی است؟ این آب است. همان وظیفه اولیه خود را اجرا میکنه. اما در حالت که شما در طبیعت زنده ببینید مثلا امینوکیسلات از امینوکیسلات حاصل میشود سفیده این امینوکیسلات نیست. از امینوکیسلات مقدار زیاد امینوکیسلات و یک جوش با یک ترتیب معین پیوست شده میتواند سفیده را حاصل کنند. وظیفه هایی که سفیده اجرا میکنند امینوکیسلات نمیتوانند. سفیده یک قطار خاصیت های معین دارد که این خاصیت ها در امینوکیسلات دیده نمیشود. ببینید جریان مبادله ماده همیشه دو طرف دارد. میتواند که ماده خرد مولکول و ماده کلان مولکول حاصل شود. مثلا از امینوکیسلات چی حاصل شود؟ سفیده که این جریان رو آنابولیسم یا اسیمیلیاسیون میگن. ببینید از امینوکیسلات از سفیده حاصل شود این جریان رو چی میگن؟ جریان رو آنابولیسم یا اسیمیلیاسیون. و میتواند که از سفیده هنگام مبادله ماده باز سفیده تجزیه شده با چی مبادل یابد؟ با امینوکیسلات که این جریان رو چی میگن؟ کاتابولیسم. یعنی
مبادله ماده متابولیسم دو جریان دارد، آنابولیسم کاتابولیسم. آنابولیسم از ماده خرد مولکول و ماده کلان مولکول میشود با صرف انرژی. اگر در اینجا سوال شود که صرف انرژی فروبری انرژی مینوس کیو در شیمی شما میخونید ریاکسیون اندوترمی. این هنگام برای از امین اکسیدات سفیده حاصل کردن شما انرژی صرف میکنید. وقتی که از سفیده امین اکسیدات وقتی سفیده رو تجزیه میکنید از اون امین اکسیدات حاصل میشن، این هنگام کاتابولیسم میگن که انرژی چی پلس کیو، یعنی بخوری چنی انرژی، یعنی ریاکسیون اگزوترمی، اینش ریاکسیون اندوترمی میباشد. فهمو آنابولیسم کاتابولیسم این سمتای چی؟ سمتای مبادله ماده میباشد در ارگانیسم زنده. حتمی ارگانیسم زنده دوی ماده غذایی رو قبول میکند، ماده غذایی رو قبول میکند و این ماده ها رو در ارگانیسم در دو جریان صرف میکند. یکی از این ماده ها رو برای حاصل کردن انرژی وقتی که ما ماده ها رو استفاده میکنیم، یک قسم آن رو همچون برای انرژی که برای فعالیت کردن صرف میکنیم، قسم دیگری اون رو باشد برای سینتز یعنی برای آنابولیسم، قسم دیگری اون رو برای حاصل کردن از امین اکسیدات حاصل کردن سفیده از حساب چرب از حساب گلیسرین و اکسیدات اولی چربی حاصل کردن چرب، این سفیده و چرب که حاصل میشه این خاصی ارگانیسم ما میباشد. برای ساختمان ارگانیسم کودک ببینید کودک اندازش بنوید حجما معده است، با مرور وقت اندازه او کم میشه. از چی حساب؟ از حساب آنابولیسم. کودک هنگامی که در رفت انکشاف در رفت سبزش انکشاف، این هنگام وقتی ما ماده غذایی را استعمال میکنیم، این امین اکسیدات که وقتی غذا وارد شد در روده تجزیه میشود، بعد امین اکسیدات از در روده باریک به خون جویده میشود و از اینجا به حجره میرود. در داخل حجره از حساب همین امین اکسیدات سفیده حاصل میشه. کدام نمود سفیده؟ سفیده هایی که محض خاصی ارگانیسم ما میباشد، اون برای ما خدمت میکنه. همین سفیده ها چی میشه؟ حاصل میشه. خلاصه مبادله ما در ارگانیسم زنده بین نهایت مرکب میگذرد، حتمی یک ماده نو حاصل میشه. وقتی که مبادله ما در طبیعت غیر زنده گفتیم تنها از یک حالت به حالت دیگر میگذرد. یک بار مثال شرح هستیم. آب میتواند که به چی تبدیل یابد؟ به یخ و بوغ. به یخ و بوغ تبدیل یافته میتواند. این هنگام باز میتواند چی؟ آب به یخ، یخ به آب، بوغ. آب به یخ، یخ به آب، یا که آب به بوغ، بوغ به آب. ببینید تبدیلیابی به عمل آمد، اما در هر صورت باز هم همون آب هم ماده اولا میباشد، یا اینکه اروزیا یا اینکه بادخورده شوی. خب اروزیا خاک وقتی که آب شسته شوی با زیر خاک در هم به خاک توسط خاک آب حرکت میکند، ماده هایی که در ترکیب این بود الیمنت و دیگر ترکیبات این را از یک جا به جای دیگر تنها میبرد. از اینجا به جای دیگر بود باز هم همون ماده اول است. یا اینکه وقتی که ما بور رو میده میکنیم، ببین تبدیل یافت بور به میده پاره، بور تبدیل یافت مبدل یافت به خاکه بور. در این مورد ببینید حالا هم بوری اول است، تنها اندازش خرد شد اما یگان تغییرات جدی به عمل نآمد. این بود مبادله ماده در طبیعت زنده و غیر زنده که ما دیدیم که آنها از هم دیگر چی میکنند؟ فرق میکنند. بعد سیوم میور یگانگی ساختار تشکل. زیر مفهوم یگانگی ساختار تشکل ما چی رو میفهمیم؟ ببینید باسم طبیعت زنده و غیر زنده. طبیعت زنده ساختارش از چی ساخته شده است؟ طبیعت زنده ساختارش یگانه است. یگانه یعنی از یک چیز ساختارش است. همه چیزی که زنده است در محیط ما میبینیم، تمام جسم های زنده یا اینکه ارگانیسم های زنده ساخته شدن از چی؟ از حجره. بگن که حجره واحد خردترین ساختار تمام موجودات زنده. همه موجودات زنده ترکیب یافته است از چی؟ از حجره. اما در طبیعت غیر زنده ساختارشون گوناگون است. ساختاری گوناگون.
یک بار با محیط نظر کنید، با محیط نظر کنید. اگر شما ارگانیسم‌های زنده رو دید در محیط، همه آنها ترکیب آن رو نظر کنید از حجره عبارت است. وقتی که به طبیعت غیر زنده نظر کنید، وقتی شما نظر بکنید به تیرزه رو وقتی نظر بکنید از پلاستیکا، پلاستیکا دارد، بینید شیشه سیلیسی دارد، بعضی دسته در رو نگاه کنید چی دارد؟ آهن دارد، بعضش آلومینی دارد. یعنی ترکیبا چی میکنه؟ گوناگون است. گوناگون است. وابسته به اون که جسم ها رو ببینید یگان المنتی نام برده چیز زیادتر است. خلاصه ساختارشون چی یگانه نیست. ما از روی این میتوانیم معاینه کنیم که طبیعتی زنده از غیر زنده چی تفاوت دارد. خلاصه زیر مفهوم یگانگی ساختار تشکل باید ما داریم که تمام موجودات زنده از چی ساخته شده است؟ از حجره ساخته شده است. بعد معیار چهارم این از نو برقرار شوی، از نو برقرار شوی، از نو برقرار شوی باز میگه چی؟ تجدید یا احیا یا رگنراسیا. اصلا از نو برقرار شوی تجدید این خاصی ارگانیسم‌های زنده است، زیرا که ارگانیسم‌های زنده قابلیت دارند که هنگام آسیب دیدن یگان قسمتی بدن، یگان قسمتشون اگر آسیب دید، آنها در حال این را چی میکنند؟ برقرار میکنند، جای آسیب را جبران میکنند، تجدید میکنند. زیرا که آنها زنده برای برقرار، برای باقی زنده ماندن باید قسمت آسیب دیده خود را چیکار کنند؟ برقرار کنند که این روند در طبیعت غیر زنده دیده نمیشود. ببینید در محیط اطراف هر چیزی که غیر زنده است هنگام آسیب دیدن آنها هیچگاه خودشون با تاثیر به تاثیر یگان شخص به تاثیر چیزی برقرار شدن نمیتونن، فهمو برقرار شدن نمیتونن. و در اینجا یک مثال میاد از سگ خیلی برقرار شدن، فهمو وقتی که دستمون یگان عضومون را آسیب رسوندیم یگان چقدر زدیم حتما این برقرار میشه. این برقرار شدن تجدید. نو در اینجا با ما چی رو میبینیم؟ هست از سگ بچه، از گربه مثال آورده در کتاب درسی از سگ بچه، از گربه بچه. برای چی این مثال رو در از نو برقرار شوی ما گذاشتیم؟ برای اون که وقتی که اگر شما اگر در یک پاپولیاسیا ببینید سگ باشد، گربه باشد، دل خوب پاپولیاسیا باشد، از یک طرف فردای پیر شده نیست میشود، فردای پیر شده میفوتند و جای فردای پیر شده چی فوتیده رو باز فردای نوی که تولید میشن برقرار میکنند. این است که طبیعت زنده دائما چی در قید حیات است. یعنی اگر از نو برقرار شوی، یعنی برقرار کردن ترکیب پاپولیاسیا اگر به عمل نمی اومد، فردا پیر شدن پس میفوتیدن دیگر باز برقرار نمیشد. این هر آینه تمام طبیعت زنده چی میشد؟ از بین میرفت. تمام طبیعت زنده از بین میرفت. خلاصه افزایش همچون چی قابلیت از نو برقرار شوی رو دارا میباشد. قابلیت از نو برقرار شوی رو دارا میباشد. و معیار دیگر باشد، معیار دیگر این پنجم ارثیت میباشد. ارثیت این قابلیت ارگانیسم‌های زنده است. این تنها افزایش قابلیت ارگانیسم‌های زنده است. هیچگاه در طبیعت غیر زنده ما از نو برقرار شوی و افزایش رو دیدن نمیتوانیم. و ارثیت وقتی که فرد افزایش میکنن نسل میآفرن، نسلی که به وجود میارن هر آینه این نسلی پیدا شده به والدان چی مانند است. یعنی ارثیت این قابلیت از نسل به نسل گذرانیدن علامت و خاصیت ها، قابلیت از نسل به نسل گذراندن علامت و خاصیت های ارگانیسم زنده را چی مینامند؟ ارثیت مینامند. قابلیت از نسل به نسل گذراندن علامت و خاصیت ها. سوال میشه علامت چیست؟ علامت این ساختار ارگانیسم. هر یک خاصیت ساختاری، مثلا میبینیم که اینبیه چشم، رنگ اینبیه چشم، رنگ چشم هر یک فردها رو ببینید اگر از بعضی کس سیاه است، از بعضی کس خاکستر رنگ، از بعضی کس کبود سبز شتاب، یعنی فرق میکنه. این علامت است، یعنی علامت رنگ چشم. یا که موی سر،
شکل موی سر جنگلی است، موی سر هموار است یا موی سر زرد، سیاه، چگونه رنگ دارد، این همه علامت. وقتی که خاصیت میشه، این خاصیت فونکسیونالی، زیر مفهوم خاصیت همچون وظیفه، حتی هم علامت ها هم وظیفه ها از نسل به نسل قابلیت گزارش دارد. مثلا این نیرون ها وظیفهشون چی است؟ حاصل کردن ایمپولس عصبی و گذراندن آن. حاصل کردن ایمپولس عصبی و گذراندن آن. در فرد این خاصیت ها از نسل به نسل گذرانده میشه. یا اینکه کار دل قابلیت خودکاری دارد، اتوماتیک دل ما خود از خود کشش میخورد. این وظیفه، این کشش خوری، خود از خود کشش خوری قابلیتی از نسل به نسل گذشتن رو دارد. یعنی همچون زیر مفهوم خاصیت باز میگیم وظیفه و زیر مفهوم علامت این ساختار و علامت ها قابلیت چی؟ ساختار و وظیفه ها قابلیت دارن از نسل به نسل گذرن که این جریان رو چی مینومن؟ ارثیت مینومن. قابلیت از نسل به نسل گذشتن علامت و خاصیت ها. علامت خاصیت چی میکنه؟ گزارش از نسل به نسل. و ارثیت به چی وابسته میباشد؟ ارثیت اصلا وابسته است به چی؟ ارثیت وابسته است به گن. یعنی علامت و خاصیت ها رو چی از نسل به نسل میگذارند؟ گن. و ببینید گن چیست؟ گن یک پارچه مولکولای کدین است. یعنی گن در ترکیب چی رو میخورند؟ گن پارچه مولکولای کدین است. گن پارچه مولکولای کدین میباشد. گن پارچه مولکولای کدین و معیار ششم باشد. معیار ششم این تغییر پذیری است. تغییر پذیری چیست؟ تغییر پذیری این هم خیلی که ما گفتیم ارثیت این قابلیت ارگانیسم که از نسل به نسل علامت و خاصیت ها رو میگذراند. و تغییر پذیری باشه این هم قابلیت ارگانیسم که با تاثیر عامل های محیطی بیرونه. تغییر پذیری این قابلیت ارگانیسم که با تاثیر عامل های محیطی بیرونه علامت و خصوصیت. چی رو؟ علامت و خاصیت یا خصوصیت. قابلیت ارگانیسم که علامت و خاصیت های خود رو زیر تاثیر عامل های محیطی بیرونه چی میکنند؟ تغییر میدهد. ببینید تغییر پذیری برعکس ارثیت میباشد. ارثیت کوشش میکند که علامت و خصوصیت ها رو از نسل به نسل به یگان تغییرات گذرانند. اما تغییر پذیری باشد، تغییر پذیری کوشش میکند که علامت و خصوصیت ها رو چیکار کند؟ هنگام گزارش علامت و خصوصیت ها رو تغییر دهد. یعنی مقابل همدیگر چی میکنند؟ فعالیت میکنند. اگر همین مواد ژنتیکی گن اگر به تغییر اگر از یک نسل به نسل گذشت، اگر این ارثیت علامت ها رو برد. وقتی که در رفت گزارش اگر کمی تغییر یافت، الکی علامت ها چی میشن؟ علامت های تغییر یافته. خلاصه تغییر پذیری چی اهمیت دارد؟ تغییر پذیری در طبیعت به نهایت اهمیتی کلان دارد. مثلا همین تغییر پذیری است که فردها در محیط تغییر یافتن مطابق میشن. اگر محیط طبیعت ما اگر تغییر یافت، حرارت بلند شد، حرارت پست شد، یگان تغییرات جدی در محیط اطراف ما به عمل آمد. اگر ما تغییر نیافتیم، این تغییر پذیری به عمل نیامد، ما مطابق شدن نمیتوانیم. برای مطابق شدن حتمی چی؟ تغییر یافتن ضرور است. چقدر گوناگونیه که در طبیعت ما میبینیم، اینقدر گوناگونی. همه این گوناگونی و همه این تغییرات و همه این گوناگونی طبیعت زنده ببینید چقدر نمودهای زیاد رو ما در محیط بیرون میبینیم. این همه نتیجه چی؟ نتیجه تغییر پذیری است. اگر هنگام از نسل به نسل گذراندن علامت ها همین قالب مترسه، وقتی که مولکولای کدین گن هنگام گذراندن علامت ها اگر به یگان کمبودی علامت را از نسل به نسل میگذرانیدن، هیچگاه این گوناگونی طبیعت را ما دیدن نمیتوانستیم. هر آینه
فردهای حاصل با والدین مقداری هم باشد مانندن و این مانندی به چی وابسته است؟ به ارثیه و فردهای نوپیدا شده با اندازه از والدین فرق میکنند. این باشد نتیجه چی می باشد؟ نتیجه تغییرپذیری می باشد. معیار هفتم نام دارد سبزش و انکشاف. ببینید سبزش و انکشاف این معیار چندم؟ معیار هفتم می باشد. سبزش معلوم یعنی زیر مفهوم سبزش کلانشوی اندازه اینکه حجم ارگانیسم می باشد. ببین اگر حجم ارگانیسم مقصد همین قدر اندازه داشته، اگر وقتی که اندازه کلان می شود، اگر اندازه کلان می شود، این چی میگن؟ سبزش. بعد ما داریم افزایش هم پیشتر صحبت کردیم. ببین اگر یک فرد بود، یک تا ارگانیسم بود، از آن چی دو تا حاصل شد. اگر دو تا حاصل شد، وقتی شماره اگر زیاد شد، شماره فردها زیاد شد، این افزایش یعنی افزودن. وقتی که اندازه اگر کلان شد، اندازه جسم کلان شد، اگر این چی سبزش. و ببینید که انکشاف میگه زینه به زینه عملی گردیدن اخبار ارثی از والدین گرفته به چی میگن؟ انکشاف. خلاصه انکشاف قسما چی میباشه؟ تغییریابی ارگانیسم در هر زینه، یعنی در هر زینه هنگامی سبزش و انکشاف، هنگامی که ارگانیسم کلان میشد، در وقت کلان شد و انکشاف مییابد و از والدین علامتایی که از والدین گرفته بود زینه به زینه عملی میگردد. یک بار همین مثال بیارید. اگر ببینید هنگامی که نطفه و تخم حجره آمیزش مییابند، در نتیجه حاصل میشود چی؟ حاصل میشود زیگوتا. نطفه تخم حجره یک جا میشه حاصل میشود زیگوتا و آینده از زیگوتا حاصل میشود ارگانیسم. فرض کردیم که آدم هیچگاه این زیگوتا با آدم مانندی ندارد و با مرور وقت با تغییر افته از شکل یعنی دایره شکل تغییر افته به شکل آدمیت میگذرد و در هر یک زینه در اول در همین سیستم عصب دیده نمیشود. سیستم عصب دیده نمیشود و آهسته در اون سیستم عصب پیدا میشود، دل پیدا میشود، شوش پیدا میشود، گردش خون پیدا میشود، عضوها پیدا میشود، پا، دست، یعنی همه عضوهای اون آهسته با مرور وقت در هر دوره زینه به زینه چی میشود؟ پیدا میشود که این جریان رو چی مینامند؟ انکشاف. اصلا انکشاف میشود انکشافی فردی و انکشاف تاریخی. انکشاف فردی رو چه فرد گفته؟ یک شخصیت رو میگه، یک ارگانیسم رو. انکشاف فردی رو آنتوگنز و انکشاف تاریخی رو باشد فیلوگنز یعنی که میگن اِوولوسیا. انکشاف تاریخی رو فیلوگنز یعنی چی؟ اِوولوسیا. این پایینشان هستین چی؟ اِوولوسیا میگن. انکشاف فردی یعنی آنتوگنز از کی شروع میشد تا کی دوام میکنه؟ از دوره که نمی زیگوتا حاصل میشود، از دوره حاصل شوی زیگوتا تا انم ارگانیسم پیدا شده و ارگانیسم فوتیدن شد، یعنی از دوره حاصل شوی زیگوتا تا فوتیدن ارگانیسم رو، انم این ارگانیسم از دوره پیدا شد و تا مرگ اون رو در بر میگیره چی؟ آنتوگنز. و آنتوگنز دو دوره دارد. دوره جنینی آنتوگنز دارد دو دوره. دوره چی؟ دوره جنینی و دوره بعدی جنینی. دقیقاً دوره جنینی از که از دوره که زیگوت حاصل می شود تا تولید شدن، این در شیرخوره باشد تا تولد شدن، این دوره جنینی است. در پرنده ها باشد تا از تخم بیرون شدن، دوره جنینی است. وقتی که از تخم بیرون شد یا که تولید شد، این هنگام دوره چی؟ جنینی به اتمام رسید، دوره چی؟ بعدی جنینی آغاز می‌یابد. دوره بعدی جنینی آغاز می‌یابد. خلاصه این بود درباره سبزش و انکشاف.
دقت کنید که انکشاف گفتیم اصلا در هر یک دوره پیدا کردن علامت و خصوصیت‌های نو، زینه به زینه علامت و خصوصیت‌های نو. کدام خصوصیت‌های نو؟ خصوصیت‌هایی که از والدین گرفته بود، نه از والدین. الان در مولکولای کدین گن ها جایگیر بود. در هر یک دوره انکشاف از این گن ها خبر میاد که از این گن ها دل پیدا شد، از گن دیگر شوشو گرده و دیگر اصلا معده با مرور وقت از این گن ها حاصل شدن میگه. زینه به زینه هر یک عضو مقصد دوره معین خود رو دارد در رفت حاصل شوی، برای میگیم زینه به زینه حاصل شوی. معیار دیگر باشد این معیار دیگر هشتم، معیار هشتم این نام دارد برانگیختن. برانگیختن یا میگن چی؟ انگیزش. برانگیختن یا انگیزش یعنی ارگانیسم‌های زنده. این سبزیش انکشاف یا اصلا خاصی ارگانیسم‌های زنده هستند. در طبیعت غریزه نه اونقدر پورا میگذره. چی؟ خلاصه اگر دقت در سبزیش انکشاف در طبیعت غیر زنده شما مثلا این سبزیش رو کم کم میبینید، یعنی کوه آیسای بومرو و اندازه کوه کلا میشن میسبزن، اما هیچگاه شما انکشاف رو خوردن نمیتوانید. و بعد برانگیختن گفتیم ارگانیسم‌های زنده قابلیت دارن که با تاثیر عامل‌های محیط بیرونه یعنی انتخاباً چکنن جواب گردانن. ببینید هر یک تاثیر محیط، هر یک انگیزنده که با ما تاثیر میکنه ما با اون چی میکنیم؟ انتخاباً جواب میگردانیم. بعد در اینجا ما داریم حیوان‌ها، یعنی حیوان‌ها چگونه جواب میدن و رستنی‌ها چگونه جواب میدن. حیوان‌ها ما داریم چی؟ یک حجره و سر حجره. اصلا در حیوانات سر حجره چی؟ سیستم عصب وجود دارد. یعنی بگد هنگام تاثیر از محیط به ارگانیسم تاثیر میکند و این تاثیر رو حس میکند، ارگانیسم قبول میکند و با آن جواب میگرداند. در رفت حس کردن و جواب گردانیدن اگر سیستم عصب اشتراک کند، یعنی در رفت جواب دادن سیستم عصب اشتراک کند، این جریان رو چی میگن؟ این جریان رو رفلکس میگن. چی؟ رفلکس. ما گفتم که رفلکس ریاکسیون جوابی ارگانیسم که با اشتراک حتمی سیستم عصب به عمل میاد، این چی میگن؟ رفلکس مینامد. اصلا رفلکس ما میتونیم در حیوان‌های سر حجره، اصلا حیوان‌هایی که سیستم عصب دارند و حیوان‌هایی که سیستم عصب ندارند، مثلا یک حجره‌ها سیستم عصب ندارند، پس ساده ترین ها اونها به تاثیر عامل‌های محیط بیرون جواب نمیگردانند، اونها سیستم عصب ندارند. نه، حیوان‌های یک حجره نیست قابلیت دارند به تاثیر عامل‌های محیط بیرون انتخاباً جواب گردانند. گرچند که اونها سیستم عصب ندارند، ما داشتیم تنظیم عصبی و تنظیم گومورالی. در یک حجره تنظیم گومورالی وجود دارد توسط گرمون‌ها و حیوان‌های یک حجره نیست به تاثیر عامل‌های محیط بیرون انتخاباً جواب میگردانند که این حادثه رو چی میگن؟ تاکسیس. و این کلمه تاکسیس ما نام انگیزنده رو چی میکنیم؟ علاوه میکنیم و بسته با اون که با تاثیر کدام انگیزنده ما نام انگیزنده رو میمونیم و تاکس رو با اون علاوه میکنیم. این ریاکسیون جوابی در حیوانات یک حجره میشود. مثال بگیم، مثال وقتی که ارگانیسم الان ساده ترین از ماده شیمیایی نسبت به تاثیر ماده شیمیایی با ماده شیمیایی جواب میگرداند، اینکه با آب، نتر، خلور، نمک و شروع میپرتیم و ساده ترین از اون دور میکنن خود رو، این هنگام میگیم چی؟ حادثه خیموتاکسیس، یعنی جایی واسکرین نسبت به ماده شیمیایی. خیموتاکسیس وقتی که نسبت به آفتاب باشد یا نسبت به روشنایی یا به سمت روشنایی حرکت کنه، جایی واسکرین نسبت به روشنایی باشد، میگوییم چی؟ فوتوتاکسیس، یعنی حرکت یا جایی واسکنی می باشد تاکسیس. بعد این بود در مورد چی؟ ریاکسیون جوابی در حیوان ها. رستنی ها چی؟ در رستنی ها چی گونه به عمل میاد؟ در رستنی ها ما داریم حادثه تروپیزم
و حادثه نستیه. حادثه نستیه. ببینید تروپیزم از نستیه چی فرق دارد؟ یکم تروپیزم این حرکت، این هم هر دوشون حرکت میباشند. تروپیزم حرکت سبزشی به یگان جانبی معین سبزده حرکت میکنه. فهمو سبزده حرکت میکنه به یگان جانبی معین، این چی میگن؟ تروپیزم. نستیه باشد با تاثیر عوامل محیطی بیرون، مثلا حرارت بالا، حرارت پس، نمی وابسته با درازی روز، وابسته با روشنایی، وابسته با این عوامل ها وقتی که جواب میگردوند یا گل شام سحر هنگام صبحگاهی کشوده میشود، کشوده یا که بیگاه کشوده میشود، در دیگر دوام روز پژمرده است، محکم است، این رو چی میگن؟ نستیه. نستیه. ببین حرکت سبزشی نیست. تروپیزم میگن حرکتی سبزشی، نمیشه حرکتی سبزشی، یعنی حرکتی سبزشی این تروپیزم ها، حرکت سبزشی تروپیزم، حرکتی غیر سبزشی، حرکتی غیر سبزشی. بعد حرکتی غیر سبزشی ببینید که در روند تروپیزم برای سبزش کردن به یگان سمت معین اصلا با تاثیر چی به عمل میاد؟ با تاثیر فیتوگرمون ها، با تاثیر چی؟ با تاثیر فیتوگرمون ها و نستیه باشد با تاثیر تغییرابی فشار اسموتیکی. میگیم فشار اسموتیکی، وقتی فشار اسموتیکی در داخل حجره زیاد میشد، آب رو به خود جذب میکند و ترنگ میشود، همچون هنگام ایام شکفتن. وقتی که فشار اسموتیکی پس میشود، مایع از داخل حجره ها بیرون شده، ترنگی حجره سوست میشد و این رسانه چی میشه؟ پژمرده میشد که وابسته است به نمک‌های چی؟ به نمک‌های کلسی و خلور. به این نمک‌ها چی وابسته میباشد این جریان. فهمو به این نمک‌ها وابسته میباشد. ما در حادثه تروپیزم گفتیم، در حادثه تروپیزم اگر افتوپرست سبزیده به یگان شاخچه و برگی رسانی به یگان سمت میان سبزیده حرکت کرده میراد به طرف روشنایی، مثلا فوتوتروپیزم، سبزیده به طرف روشنایی رفتن، فوتوتروپیزم. یا اینکه گلیوتروپیزم، طرف چی؟ طرف آفتاب. اگر سبزیده طرف آفتاب میل کند گلیوتروپیزم، طرف روشنایی باشد اگر فوتوتروپیزم. یا اینکه ریشه، میگن ریشه گیوتروپیزمی مثبت دارد، یعنی ریشه سبزیده حرکت میکند به جانب چی؟ مرکز زمین و وابسته به قوه کشش زمین به سمت زمین چی میکند؟ سبزیده حرکت میکند. این هم به مثال چی؟ مثال تروپیزم شده میتواند. و نستیه بود این چی؟ تروپیزم، هر دویشون ریاکسیون جوابی اند در اصل. وقتی گن بعد ما داریم کلمه سرعت. نستیه به نهایت با سرعت بلند جواب میدهد. وقتی که شما اگر حادثه نستیه رو بینید، میموزه شرمگین وقتی که با دست میرسون در حال پژمرده میشه، در حال میگذره. اما تروپیزم در حال نمیگذره، سرعتش سست‌تر است، سرعت جواب هنگام تروپیزم پستر است و هنگام نستیه باشد سرعت جواب چی است؟ به نهایت زیاد، یعنی بلند میباشد. بعد معیار نهم نام دارد مستقلیت. مستقلیت یا چی میگن؟ دیسکریت. ببینید مستقلیت چی معنی دارد؟ اگر شما طبیعت زنده رو ببینید چگونه ساخته شده است. هر یک ارگانیسم اگر ترکیب پاپولیاسیون را ببینید، پاپولیاسیون از فردهای الوهیده عبارت است. وقتی که در ترکیب پاپولیاسیون یک فرد میفوتد، دیگر قسمت پاپولیاسیون آسیب نمیبیند. فردهای الوهیده. اگر ترکیب فردها رو ببینید، این فرد ارگانیسم است، او از عضوهای الوهیده عبارت است. وقتی که یک عضو آسیب میبیند، عضوهای دیگر آسیب نمیبینند. مثلا یک گرده ما اگر از کار برآمد، دیگر عضوهای ما فعالیت میکنند، گرده دیگر باشد فعالیت خود را ادامه دادن میگیرد. ببینید مستقل از هر یک عضو در رفت فعالیت مستقلند.
و ترکیبی اگر عضوها رو ببینید از بافتا، هر یک بافتا باز مستقلانه فعالیت میکنند. ترکیب بافتا رو ببینید، حجره، هر یک حجره که در بدن ما است، هر یک کدام اونها نوبسته از یکدیگر فعالیت میکنند. هر یک از کار خود رو میدونه و وظیفه خود رو اجرا کردن میگیرند. بعد حجره باشد از ارگانویت و در ترکیب حجره هر یک ارگانویت وظیفه خود رو در علاهیدگی اجرا کردن میتونه، علاهیده مستقلانه اجرا میکنه، مستقلانه. و ترکیب در ترکیب ارگانویت باشد مولکولا، هر یک مولکولا نوبسته از مولکولای دیگر فعالیت خود رو برام میمونند. وقتی که نوبسته از یکدیگر فعالیت میکنند، اما با هم دیگر چی علاقمند میباشند، نه در رفت فعالیت با یکدیگر چی علاقمند میباشند، در رفت کار هر یک که از این ساختارها وظیفه خود رو اجرا کردن میتونه. واسه مستقل همین مستقلیت هست که ارگانیسم فعالیت خود رو قطع نکرده، یا حجره یا بافته فعالیت خود رو قطع نکرده، ساختارهای داخلی خود رو چی میکنند؟ برقرار میکنند. در یک قسمت حجره ببین، در یک قسمت در حجره در یک قسمتش ارگانویت و وظیفه خود رو اجرا دارد و در قسمت دیگر ارگانویت ها نصف شده باز اثر برقرار میشه. ببین وظیفه خود رو قطع نمیکنه، وظیفه خود رو قطع نکرده، ساختارهای کهنه شده و محو شده خود رو چی برقرار میکنه. فهمو؟ زیرا که اگر طبیعت غیر زنده رو ببینید، دل خود طبیعت غیر زنده رو برای یگان ساختار اون رو برقرار کردن، اون رو یکم چی میکنیم؟ از کار میبروریم و اون ساختار رو ما برقرار میکنیم، پس اون باز دوباره چی میکنیم؟ اون رو فعال میکنیم. اما طبیعت زنده چنین نیست. هنگام یک بار فعالیت خود رو قطع کردن، دوباره ما این رو برقرار کردن نمیتوانیم. بعد از فوتیدن شخص او رو دوباره ما برقرار کردن نمیتوانیم. یا اینکه اگر شخص دلش یگان نقص دارد، بعد از اون که دل از کار موند، پس از این اگر ما دل این شخص رو اگر عوض کنیم، دیگر دل در کار نیست. برای اون که ساختار زنده رو باید قطع نکرده، وظیفه رو قطع نکرده، باید ساختار رو چیکار کنیم؟ عوض کنیم. خلاصه این مستقلیت است که فعالیت ما چی نمیشه؟ قطع نمیگردد و هر یک ساختار که آسیب میبیند، ساختارهای دیگر باز هر یک قسمت بدن ما هر لحظه آسیب میبیند، اما ما نمیفوتیم. محض نتیجه مستقلیت است که هر یک ساختار ما علاهیده فعالیت میکنن و علاهیده. و معیار دهم باشد، معیار دهم نام دارد خودیداره یا میگن авторегуляция. авторегуляция. ارگانیسم زنده، یعنی طبیعت زنده قابلیت دارد که خودش را چیکار کند؟ اداره کند. با کدام راه ها؟ ما دو راهی اداره کنی رو میدونیم، عصبی و گومورالی. یعنی ارگانیسم تمام فعالیت های خود رو با دو راه، برای عصبی و برای گومورالی چی میکنه؟ اداره میکنه، اداره کردن نیست. و ما داریم کلمه اینجا گومیوستاز. گومیوستاز چیست؟ گومیوستاز در حالت دائمی، گومیو چی میشه؟ گومیو یک خیله دائمی. استاز چی میشه؟ حالت. در حالت یک خیله دائمی نگاه داشتن محیط داخلی ارگانیسم رو چی میگن؟ گومیوستاز مینومند که برای عصبی و گومورالی اداره کرده میشود. ببینید یک مثال میاریم. اگر به ارگانیسم یگان ماده های غذایی اگر زیاد وارد شد، در حال باقی مانده آن را، قسمتی بر زیاد آن را ارگانیسم در حال ذخیره میکند و هنگام کم بدن باز این رو چی میکند؟ دوباره به فعالیت قرار میدهد. مثلا وقتی که اشتر به بیابان میرود، در کوهانی و در کوهانش چی دارد؟ روغن دارد، چند چربو ذخیره میکند و در بیابان رفته آب نیست، در اونجا همین چربو رو اکسید کرده، از حساب آن دو ماده رو میگیرد، یک انرژی، دوم آب و انرژی رو از چربو میگیرد. وقتی که اشتر به جای سیراب و سرغذا میآید، دوباره باز وقتی که استعمال میکنه خوراک رو، دوباره باز هم کوهان خود رو چی میکنه؟ برقرار میکنه، ذخیره میکنه. هر یک ساختار خود رو وقتی که از معیار زیاد شد، در حال رو چی میکنن؟ با ذخیره کردن شروع میکنن و هنگام کم شدن از حساب این ذخیره باز دوباره استفاده میکنن. 11 باشه، 11 منتظمی.
منتظمی. ببینید منتظمی وابسته به تغییرات های روزه شب و روز می شود، وابسته به فصل سال، زمستان، تابستان، بهار، تیرماه، وابسته به این تغییرات های روز، وابسته به تغییرات های روز، تغییرات های سال، تغییرات های فصل سال، تغییرات های ماه، وابسته به این تغییرات ها در ارگانیسم حادثه منتظمی به وجود میاد. مثلا ما شبانگاه از روی قاعده خواب میکنیم، روز باشد فعالیت میکنیم. قسمت زیادی ارگانیسم ها شبانه خواب میکنن، روزانه باشد چی میکنن؟ فعالیت میکنن. یا اینکه بعضی حیوانات خواب زمستانه میرن، بعضی دیگر خواب تابستانه میروند. این حادثه منتظمی. یا سیکل کار دیلن، دوره کار دیل در 0.8 ثانیه یک تپش میخورد. یا سیکل حیزبینی در زنها در دوام 28 روز یک بار سیکل، یعنی در هر چیزی که زنده است در آنها حادثه های دوری به عمل میاد. حادثه های دوری چی اهمیت دارد؟ یعنی حادثه های دوری این هماهنگسازی این ارگانیسم با محیط بیرونه. یعنی زمستان میشود باید خود را موافقت کند با چی؟ حیوان های سرخون در زمستان به خواب زمستانه میروند، به خواب زمستانه، یعنی خود را با محیط بیرونه چی میکنند؟ موافق میکنند، هماهنگ میکنند. یعنی منتظمی آنها عادت میکنند که هر زمستان آنها پیش از فراسن فصل زمستان آنها به خواب زمستانه روند. فهمو؟ این حادثه چی است؟ حادثه منتظمی و معیار 12 هم باشد. خلاصه در طبیعت غیر زنده یگان حادثه منتظمی دیده نمیشود، خودیداره دیده نمیشود، مستقله دیده نمیشود. 12 وابستگی به انرژی. وابستگی به انرژی. ارگانیسم های زنده، طبیعت زنده یک سیستم کشوده است، همچون یک سیستم کشوده که دائما به این سیستم باید از محیط بیرون انرژی وارد شود، غذا وارد شود و با آن اصلی نالازم از آن خارج شود. خلاصه چی سیستم کشوده این از فیزیک ارگانیسمی یا که سیستم در واقع فعال بوده، فعال چیز دائما از محیط بیرون میگیرد و با محیط بیرون چیزا را چی میکنند؟ برمیگردند میده. این سیستم را میگن سیستم کشوده. ارگانیسم زنده همچون سیستم کشوده است، باید دائما فعالیت کند، دائما انرژی گیرد، دائما غذا گیرد و دائما با محیط بیرون محصولات خود را خارج کند. اگر ارگانیسم از محیط ماده ها را قبول کند و خارج نکند نابود می شود. ببینید اگر خارج کند قبول نکند باز هم نابود می شود. سیستم کشوده گفته دائما قبول کند باز خارج کند، قبول کند خارج کند. خلاصه همین معیارهایی که ما نامبر کردیم 12 معیار، همین 12 معیار است که طبیعت زنده با وجود میاد، یعنی حیات پیدا می شود. حیات ارگانیسم ها یک قطار جسم ها در حالت حیاتند، قید حیات، یعنی فعالیت میکنند، زنده هستند. و در اینجا کلمه چی گفته؟ کلمه حیات. حیات ارگانیسم زنده یعنی حیات. حیات چیست؟ حیات ساختار فعال مخصوص یا مخلوق، ساختار فعال مخصوص که برای باقی ماندن تکرارا حاصل شدن، انرژی برای باقی ماندن یعنی تکرارا حاصل شدن فعالیت کردن، انرژی از محیط بیرون گرفته رو چی میکنند؟ صرف میکنند، رو چی میگن؟ حیات مینامند. انرژی از محیط بیرون میگیرد، در وقت ضروری ذخیره میکنند زیاد باشد، اگر نباشد اگر این ذخیره کرده خود رو چی میکنند؟ استفاده میکنند. باید هیچگاه ارگانیسم زنده به انرژی نماند، زیرا که اگر انرژیش تمام شد باره اگر از فعالیت خود را قطع کرد دوباره این را ما برقرار کردن نمیتوانیم. از این رو حیات ساختار فعال مخصوص که برای باقی ماندن و تکرارا حاصل شدن انرژی از محیط بیرون گرفته را چی میکنه؟ صرف میکنه. باید صرف کند، انرژی گرفته خود را ذخیره کند و در وقت ضروری صرف کند تا اینکه چی نشود؟ نست نشود. تشکر به دقتتون.